با تحریم‌ها مقابله کنیم. تحریم‌های ظالمانه انکار نمی‌کنم که اینها تأثیر دارد، بلا شک بی تأثیر نیست. کدوم یک از این تحریم‌ها رو میشه گفت این بند هسته‌ایه و آمریکا می‌خواد کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست. اوضاع شوتبازی توی این نظام به جایی رسیده که داور بین‌المللی هم باشی نمیدونی کارت زرد بدی، قرمز بدی، هند بگیری، پنالت بگیری. انگار افسار نظام از دست یارو در رفته، هر روزی به یه سمتی میره. بینندگان عزیز سلام، با یک ضربه کاشته شروع میکنیم. رئیس انرژی اتمی نظام پشت توپ کل موضوع برنامه رو توی یه شوت خلاصه کن. یه طرف طیف اینه که ما بیایم تسلیم 100% بشیم، عین لیبی، اصلا همه چی رو واگذار بکنیم. قطعاً تو سریع خواهیم خورد. یک آپشن دیگه، اختیار دیگه هم بود که مثلا مثل کره شمالی که ما اصلا اون نیستیم، ما که به دنبال سلاح هستی نیستیم. یه جای این وسط‌ها بایستی بالاخره تفاهم بکنیم. بله، یه جای این وسط‌ها، یعنی یکم بمب اتم، یکم سانتریفوژ، یکم نخود، لوبیا، زهر به میزان کافی. نمک فلفل نداریم اینجا؟ قربانت. یکم فلفل بریزیم توش دیگه. این میشه چی؟ یک آبگوشت بزباش برای سیدعلی که اگر این بشه دیگه ظاهراً کارشون با 5+1 تموم میشه دیگه ها. وقتی خرش از پل گذشت برمیگرده به ریش شما میخنده. حالا تازه این وسط بازی که نتیجهش خندیدن به ریش آخوندهاست، خودش به این سادگی‌ها به دست نمیاد. یک دالون پیچ در پیچیه که همه رو توی نظام سرگردون کرده. به خاطر اینکه آقای رئیس جمهور فرمودن که این پدیده اسمش توافق هست و آقای ظریف چند روز پیش فرمودن توافقی نشده تا فکت چیکش منتشر بشه و همین خاطر واقعا بین یک پدیده‌ای که نمیدونیم بیانیه است، توافق یا توافق نیست، سرگردانیم. حالا البته علت بحران سرگردانی این نیست که ظریف اینو گفته یا شیخ فریچی گفته. مشکل اصلی اینه که خود این یارو سرگردونه. والا خودش هم واقعا نمیدونه که چی میخواد بگه. هر جمله‌ای رو که شروع میکنه وسطش یک دفعه احساس میکنه داره میره تو دیوار، دوباره میکشه اونور، دوباره اینور، دوباره اونور. اینو گوش کنید. ایشان خاطر نشان کردند البته اگر تحریم ها نبود احتمالاً در برخی از این زمینه ها پیشرفت بیشتری داشتیم، اما این احتمال نیز وجود دارد که در آن صورت به پول نفت تکیه می کردیم و این پیشرفت ها را به دست نمی آوردیم. چی گفت؟ اگر تحریم ها نبود پیشرفت بیشتری می داشتیم، اما این احتمال هم وجود دارد که اگر تحریم ها نبود به همین جام نمی رسیدیم. این چی؟ یعنی چجوری؟ یعنی من، انیشتین، اوباما. ولی آخه مشکل که فقط توی همین یه جمله نیست، تقریبا تو همه حرفاش یه همچین آکروباسی هست. چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر میداره، کی فلان نقطه رو موافقت میکنه. به درک کی این تحریم رو بر میداره. به درک تحریم ها به درک بله، اصلا تحریم رو بردارن به درک، بر ندارن به درک. حالا همین آقای بدرک که با این چهره ورقلمبیده داره داد میزنه، وقتی یکم بحث جدی میشه که بالاخره توی این مذاکرات رو چی توافق کنن سر زمان برداشتن تحریما، دوباره تقریبا با همون چهره این بار اینو میگه: اگر قرار باشد که لغو تحریم ها باز متوقف بشود بر یک فرایند دیگری، پس چرا اصلا مذاکره کردیم؟ ما اصلا مذاکره، نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگو مگو کردن برای چی بود اصلا؟ برای همین بود که تحریم ها برداشته بشه. گیج که میگم یعنی همین دیگه. آخه اگر تحریما برداشته بشه پس پاسدارا چیکار کنن؟ به قول اون اندری برادران قاچاقچی چیکار کنن؟ دلالان تحریم چیکار کنن؟ دلالان تحریم به فکر شغل دیگری از همکنون باشند. با توافق نهایی شرایط تولید در ایران به مراتب بهتر خواهد شد. این حرفاییه که تو نظام برو داره. این حرفاییه که توی این روزگار از نظام پیچ وا میکنه.
این حرفایی که به شما میزنن آقا فردا تحریم ها لغو میشه و وضع اقتصاد خوب میشه، اینا هیچ کدومش قابل اعتنا نیست. باور نکنید، اینا ژورنالیسم، فضاسازی تبلیغاتی و سیاسیه. حرف رهبر انقلابی بوده آقا مذاکره فقط برای انرژی هسته‌ای. این مذاکرات فقط در موضوع هسته‌ای است. فقط. برای بینندگان عزیز، این صدایی بود که از این گوشه رینگ شنیدیم. حالا بریم سراغ اون گوشه رینگ ببینیم که از اون سمت چه صدایی میاد. بعضی فکر میکنند در ماجرای مذاکرات هسته‌ای دولت تنها دنبال این است که یک معضل به نام پرونده هسته‌ای را حل کند. پرونده هسته‌ای و حل آن اولین گام برای حل معضلات اساسی است. و حالا دوباره برمیگردیم به سمت دیگه رینگ. یک هوک سنگین از یک دلواپس دلسوخته. برو تو شکمش. دوستان امروز سخنرانی کردن، گفتن اونایی که فکر میکنن ما فقط برای انرژی هسته‌ای مذاکره میکنیم در اشتباهن. ما میخوایم همه مشکلات رو با جهان حل کنیم. این اولا در حد و قواره جناب عالی نیست که بخوای مشکلات رو در مذاکرات حل کنی. مملکت رهبر داره، قانون اساسی داره، حدودش تعریف شده. این مذاکرات مقدمه حل کردن خیلی مسائل دیگه است. مقدمه حل کردن چه مسائلیه؟ تو با آمریکا چه چیزی رو میخوای حل کنی؟ حالا شیخ فری رو میبینیم که با یک رقص پا داره خودش رو گرم میکنه. میره که با یک جفتک چارکش اعتدالی جوابش رو بده. همه باید بدانیم، باید فضایی را درست کنیم که در این کشور سرمایه تکنولوژی جذب شود، سرمایه خارجی جذب شود. چی سرمایه های اونور آبیا رو میخوای جذب کنی؟ یعنی میخوای بری بغل تو بغل با شیطان بزرگ؟ پس منویات امامت چی شد؟ استناد میکنید به حرف امام دیگه. امام گفته آمریکا شیطان بزرگه. حل شده مشکل شیطان بودن آمریکا. فرموده آمریکا تروریست به ذاته. آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست. فرموده آمریکا شیطانه، تروریست به ذاته، استکبار جهانیه و ام الفساد قرنه. دیگه آمریکا ام الفساد نیست. روابط ایران با آمریکا یه قدری خطر میافتد. ای الهی که خطر میافتد. ما روابط با آمریکا میخوام چه بکنیم؟ گوش کن. آقا بالاخره ما که نفهمیدیم ته خط این مذاکره چی قراره گیر نظام بیاد. اصلا برای چی دارن با شیطان بزرگ مذاکره میکنن؟ ما چرا داریم مذاکره میکنیم؟ مذاکره میکنیم که نگرانی آمریکا رو برطرف کنیم. نگرانی آمریکا فقط هسته‌ای نیست. آمریکا راجع به موشک ما هم نگرانه. دشمن طبیعی هم هست که نگران باشه. اگر شما میخواید دشمن نگران شما نباشه، کشور رو باید تحویلش بدید دیگه، همه نگرانیاش برطرف بشه. نظام رو تحویل دشمن بدید؟ اگر این ته مذاکره است که میز رو از همین الان چپ کنید دیگه. دلواپسا کجان؟ راهبردتون چیه؟ همونطوری که تو این منطقه از سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و یمن و جای دیگه سیاست‌های ایالات متحده و اذنابش رو زمین گذاشتیم، ما تا خود آمریکا رو نکنیم جمهوری اسلامی دست از پا بر نمی‌داریم. جمهوری اسلامی آمریکا؟ من جورج واشنگتن، آبرام لینکلن، دوباره اوباما. شبتون خوش.